روز 23 آگوست سال 2024 4 محبوس، 2 محبوس از تاجیکستان و 2 دیگر از ازبکستان در محبس رقم 19 در شهر سوروفکینای ولایت ولگاگراد با کارد و بالغا مسلح شده چند کارمند این محبس را گروگان گرفتند. آنها با تهدید کشتن گروگانها در ویدیوهای ارسال کردهشان پرچم سیاه داعش را الوانج داده اظهار داشتند که برای برادران بیگناه زندانی شده قصاص میگیرند. آنها همچنین автомат، چرخبال و $2 میلیون طلب کردند و تهدید داشتند که اگر طلبات آنها اجرا نشود و یا به بالای آنها حمله شود، آنها بمب خودساخته را که گویا در داخل امین محبس تیار کردند میترکانند. از 4 محبوس آشوبگر 3 نفرش با جرم قاچاق مواد مخدر و تنها تیمور حسینوف از ازبکستان با جرم کشتار از بی‌احتیاطی زندانی شده بود. حسینوف در حال دست به عصیان زد که تا آزاد شدنش همگی 2.5 ماه دیگر مانده بود. ساعت 16:00 نیروهای ویژه به حمله شروع کردند. در قدم اول سنایپرهای صبر آشوبگران را هدف تیر قرار دادند. بنا به خبرهای تصدیق نشده از 4 آشوبگر 2 تایش دقیقاً کشته شدند، 2 دیگرش در حالت وزنین قرار دارند. گروگانها آزاد کرده شدند. محبوس 23 ساله تاجیک رستمجان نوروزی که تسمه مرگ طلبان را به بدن کرده بود کوشش کرده است که آن را بترکاند ولی بمب نترکیده است. روز 23 آگوست سال 2024 تقریبا ساعت 12:30 یک گروه محبوسان چند کارمند محبس از جمله سردار ایتک 19 اندری دویاتوف و یک محبوس را اسیر گرفتند. در جریان چسب و چسب 2 کارمند محبس، سردار یک اتریاد و سردار قسم فوری کشته شدند. سردار محبس دویاتوف که محبوسان او را با بلغه به سرش زده چند زخم کردم رسانیدند همراه 4 کارمند دیگر و محبوس با نام الکساندر بایکورو گروگانگیران خودشان به مقام سپردند چون که آنها مجروح شده بودند، اما 5 کارمند دیگر زندان در اسارت آنها باقی ماند و محبوسان شورشگر طلبهای خود را توسط آنها از طریق ویدیو میرسانیدند. بنا به گزارش‌ها شورشگران این 4 نفر بودند: شهروند ازبکستان رمزالدین توشیف سال 1995 سال 2023 با جرم قاچاق مواد مخدر به 8 سال زندان محکوم شده بود. مهلت حبسش سال 2031 به پایان میرسید. شهروند تاجیکستان نظیرجان توشوف سال تولدش 1996 سال 2022 با جرم قاچاق مواد مخدر به 8.5 سال زندان محکوم شده بود. مهلت حبسش سال 2029 به پایان میرسید. شهروند تاجیکستان رستمجان نوروزی سال تولدش 2001 سال 2021 با جرم قاچاق مواد مخدر به 7 سال زندان محکوم شد. مهلت حبسش سال 2028 به پایان میرسید. شهروند ازبکستان تیمور حسینوف سال تولدش 1995 در سال 2018 برای در جریان یک زنوزنی در ولگاگراد تا مردن لطاکوب کردن یک مرد سالخورده به 6 سال زندان محکوم شده بود. 8 نوامبر سال 2024 مهلت حبسش به آخر می رسید. برخی تلگرام کانال های روسی از جمله مش با تکیه به منابع خود خبر داد که در پی آشوب ماه ایون سال 2024 در سزای بازداشتگاه رستوف ماموریت ایتک 19 موی سرورش محبوسان مسلمان را در این محبس پورا تراشیدند و این موج ناروزگی را به بار آورد. محبوسان مسلمان همچنین از آن شکایت داشتند که به آنها مطالعه کتاب‌های مسلمانی و استفاده جای نماز را در این محبس کاملا منع کردند. در رابطه با حادثه آخر با ماده‌های گروگانگیری و به هم زدن کار زندان پرونده جنایتی گشودند. تفتیشات همچنین باید تحقیق کند که آیا کسی از زندانبانها برای انتقال کارت‌ها و پرچم داعش به داخل محبس کمک کرده است. در محبس‌های روسیه هزاران محبوسان مسلمان از جمله تا 8000 آزادگان تاجیکستان ادای حکم می‌کنند.